سلام، نراقی مدرس محتوای آموزشی میکروتیک هستم. امروز میخوایم در مورد نصب سیستم عامل میکروتیک روی کامپیوتر و روی ماشین مجازی صحبت کنیم. بعضی وقتا هستش که ما به هر دلیلی یا نمیتونیم یه دستگاه میکروتیک رو به طور فیزیکی تهیه کنیم، یا اینکه یه کیس اضافه داریم یا سروری داریم میخوایم میکروتیک رو اون نصب کنیم که هزینه اضافه نکنیم. میکروتیک ضمن اینکه سخت افزار داره، سیستم عاملش رو به صورت نرم افزاری هم ارائه میده، یعنی شما میتونید اون رو بگیرید و نصب کنید.